سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم و با ماشین گردشی داشته باشیم در شهر عروس گیلان یعنی لاهیجان. امروز یک شنبه 30 مهر ماه و ساعت حدود 10 صبح است. شهر زیبای لاهیجان در 42 کیلومتری شهر رشت و در همسایگی شهرهای لنگرود، سیاهکن و آستانه اشرفیه قرار داره. کمتر کسی رو میتونید پیدا کنید که در مورد زیبایی ها و جاهای دیدنی این شهر اطلاعات نداشته باشه. جاهای دیدنی مثل استخر یا دریاچه لاهیجان، آبشار شیطانکوه، بام سبز و شهر بازی، تله کابین، تالاب سوستان، تالاب سوختکوه، بازار محلی، مجموعه مزرعه اوها و جاهای دیگه. ولاگ اکثر این جاهایی رو که عنوان کردیم در پلیلیست مربوط به لاهیجان وجود داره که میتونید در کانال ما این ویدیوها رو ببینید. سوغات اصلی شهر لاهیجان چای و کوکی هستش. کوچه های لاهیجان هم شهرت زیادی دارن. همه فصل های لاهیجان زیبایی خاص خودش رو داره و نمیشه اونها رو محدود به فصل خاصی کرد. قدم زدن در استخر لاهیجان در تمام ساعات روز و همچنین شب اون رو به شهر زنده شمال ایران تبدیل کرده. به عبارت دیگه در حاشیه این دریاچه چیزی به عنوان تعطیلی وجود نداره. در این ولاگ ما گردش رو از قسمت باسکوکوراب که ورودی اصلی لاهیجان از سمت رشت هستش شروع کردیم و بعد از عبور از میدان انتظام، میدان چای، میدان شهدا، بولوار امام رضا به سمت آبشار لاهیجان رفتیم. سپس به بولوار مطهری که زیباترین خیابون لاهیجان هم حساب میشه، محله شیشه‌گران، خیابانش کاشف شرقی، میدان چهار پادشاه، خیابان کاشف غربی، میدان انتظام، سپس بولوار حکیمزاده، میدان سردار جنگل، بولوار دیلمان، سپس مسیر رو برگشت زدیم به سمت خیابان سردار جنگل و در نهایت به میدان چهار پادشاه میرسیم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
میکنم.